یا برادر خاندما زلمتیان که خاندما میدونه که وای چه خاندما شد چه زمین دویم هر دوش همون یه راهی زندگی ده بزنده ایتر بست یا طرفتر بست هر گاهی که ای کار میه خشتامان همه داد و وایلا میکنه پیرخر خدا زده تو در بین خانی ما میبینی ماشین خطی موسیقی را میمونی دو دستگاه میکنی دری خانه ما خشتامانم تو خسر نداری گوزن میو خیلی دمادی سریوز نی یه روز طاقت میکنه 2 روز طاقت میکنه 3 روز طاقت میکنه اونجا ای جان شیرین بیزار میشه یا بگه ای کار میبینم که موسیقی را بلند ماندگی پیشی دروازه ده سیگنال میده خشتامان در روی میکنه میدروی ماشین بین اولی ده میمونه با خشتامان اوسو ای خدا زدی دمادی خانی مایت خانه دمادی نمیدونی در این خانه ما گوزنم دمادی بیچاره همه ای جاب ای ماشین نفره همه یه اودر در تی گلاد زده روی میکنه خشتامان بین حولی ده تنک خامره میدروی خانهش نمیخواه استراحت کسی که یه جورش مهمانی میه صادق جان چه خیلی سلامتی ها چه خیلی کجا دی گفته اگه خانه دوم من نمی آمدم پشتی دروازه یه هوی نمیکنی دروازه بدونم گفته اگه جان حالی میرم خشتامان بین حولی ده تیت خواه دروی میکنه صادق میدروی گفته اگه شیر محمد من نفهمیدم این خشتامان در بین حولی خواه گفته آنی این رگام این گوزن ای کجای ده بفرشه همونجا خون میره برای همه برادرها خشتامانات خسرات تن نتین مرد باشه در زندگی تون پیش ببرین برای همه تون یه بار دیگه خوش آمدین قدما نوری دیده تاج زحمت این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست کسی به آرزو و حوث دنیایی آمده ما مرد بشیم در برش میستیم ناشکری ما از نمک عمر زیاد است ناشکری ما فیض از نمک عمر زیاد است ورنه هر جا که رویم نان و نمک بسیار است میشینیم یه لحظه استراحت بکنیم برادرها انشاءالله رحمان در بر